اومدم یه خاطره براتون تعریف کنم، لطفاً شما ازش درس بگیرید. یه بار یه مشتری داشتم، اومد واسه کاشت ناخن. نشست، بهش گفتم چه فرمی میخوای؟ گفتش گلدونی گرد. فکرم منظورش از گلدونی گرد اینه که گلدونی باشه، این زاویه‌اش خیلی تیز نباشه، گوشش گرد باشه. خلاصه نشست و شروع کردیم به کار و مواد گذاری و سوهان کشی و فرم دهی. البته بگم خیلی هم اذیت کرد، یک سر دستشو میکشید، با تلفن صحبت می‌کرد، خیلی اذیت کرد. کارش تمام شد، بهش گفتم خب ناخنت چک کن ببین اوکیه. ناخنشو چک کرد و دید که بله. شروع کرد این چه فرمیه و من این فرمو نمیخواستم و فلان. بعد کلی بحث و داستان یه عکس به من نشون داد. عکسی که نشون داد فرمش بادومی بود، به بادومی میگفت گلدونی گرد. تازه فرنج هم میخواست. داشتم فرنجی رو میزدم، انقدر ایراد گرفت بهش گفتم دیگه پاش برو، اصلا کار نمیکنم. بعد کلی خواهش و التماس یه لاک ساده واسه دادم، پاشو رفت. خواهشاً شما این مشتری نباشید.